زنی که اون توه، همون زنی که سیغه‌ای زنت که اون توه، اون که همکارته، ولی اون بچه بدبخت مملکت خرابه. وگرنه کی آدم روبایی میاد بکنه برادر؟ کی دلش میخواد بره اعدام بگیره؟ من الانم دارم جلوی مردم میگم آقایون من با اعدام مخالف هستم، اصلا از آویزان کردن انسان ها بدم میاد. برای چی باید یکی رو آدم بکشه وقتی میتونی زجرش بدی؟ چرا بکشیش؟ مگه اینا منو نکشتن، اینا منو زجر دادن. گرفتی چی شد؟ منم این زجر رو باید برگردونم. خواهش کردم از مامورای نوشهر، گفتم آقایون این بچه رو کار نداشته باشین، این بدبخت هیچ کار است. پدر من قلبش باتری بود، چیزایی برای من تعریف کرد. گرفتی بردینش نمیدونم ورامین اونورا، گرفتین پایین زنجیر بستین، 2 روز به این گرفتین تیتاب دادین و نمیدونم کیک دادین، نمیدونم چی دادین، 1000 تا بلا سرش آوردین. خار کسه حق شما رو کستگی داره میخوره. چونی حموم کستگی میره، تو پول حمومی از ما ملت میخوای بگیری؟ مادر جنده، مگه من دکل نفتی دارم به تو 100 میلیون بدم؟ کیرم تو از اول تا آخرت؟ من مگه دکل نفتی دارم خار کسه 100 میلیارد من به تو پول بدم؟ عجب. به من 3 روز وقت دادیدی، مگه ندادی؟ 16 ساعت بعد گرفتم از مادر قهوه. خب تو به من 3 روز وقت دادی، من تو کلرادو بودم، ولی من 16 ساعت بعد ریختم گرفتمت. خب الانم دارم به دوستانه میگم این لایو نذاشتم مردم بیان اینجا لوس بازی و ابله بازی در بیارم، اومدم بگم که مادر امثال تو رو میگم. فهمیدی؟ سال 1400 اگر این مملکت قانون درست داشت مثل این دفعه که من با تریبون 20 میلیونی پشتشم، تو رو میگم فقط حلقه گردنت نمیندازم، اون چون مخالف اعدامم، ولی سوراخ کونتو میکنم تونل کندوان تو زندان. هر زندانی تو ایران بری، تمام زندانهای ایران با منن، نه بالایی ها، اونایی که اون تو هن، سینه سوخته هایی که اون تو هن با منن همشون. 2 سال و نیمه دارن با من زندگی میکنن. گرفتی چوری شد؟ خودت برو نوشهر، خودت برو تهران، خودتو معرفی کن. زنت اونجاست، زندگیت اونجاست، آمارت اونجاست. عکستو خواهش کردم از اون بالا خواهش تمنا کردم عکستو پخش بکنن. فهمیدی؟ عکست بیاد بیرون مردم کلیتو سوراخ میکنن، مردم تو رو تحویل نمیدن. دیروز قدیر رفته دیشب 1 شب دم دادگاه انقلاب تهران که حکم بگیرن این بی‌ناموسا رو ببرن نوشهر. بپرس از مامورای دولت بعدن دیدیشون، بگو چند نفر مردم